عدم غفلت از آموزش. آقای دکتر من یه مثالی رو زده بودم، آقای دکتر گفته بودم بگو، الان یادم اومد که نگفتم. من یه شرکت دارم بیرون، یکی دو تا شرکت دارم، حالا چند سالی از آموزش عالی حقیقتش قهر کرده بودم، رفتم بیرون بخش خصوصی فعالم. یه شرکت دارم، شرکت در زمین نیروهای تجدیدپذیر. بعد 3 سال پیش 4 سال پیش بود می‌خواستیم 4 سال پیش می‌خواستیم آدم استخدام کنیم، بچه‌هامون هم همه فنی هست، شرکت بزرگی هم است تو زمینه نیروهای بادی و خورشیدی. بعد فراخوان زده بودیم، یه نفر دکترای برق از حالا بگم دیگه دانشگاه تهران گرفته بود اومد، بعد ما نشستیم باهاش مصاحبه کنیم با یه عالم پیپر. نه حرف یومیه‌ش رو میتونست بزنه، نه با هیچ کدوم از نرم افزارها میتونست کار کنه، تازه حوزه‌ش هم تخصصیش هم مرتبط با همون بود. هر کدوم کار عملی که ما لازم داشتیم و این بلد نبود. هم پیپراشو رخ ما میکشید با 2 تا کتاب. یعنی باور کنید هیچ کدوم از ما بعد از اون مصاحبه رغبت به استخدام این آدم نداشتیم. مدتی بعد مدیر عامل شرکت من گفت تو بیاین یه نفر گیر آوردم، یه لیسانس برق دانشگاه آزاد گناباده. ما تو خراسان وقتی یکی مثلا گاهی چیز میگن دانشگاه آزاد گنابادی، جای دیگه میگن ابرقو مثلا. گفتم آقا یه 4 تا آدم بهتر وقت بگو. گفت نه شما بیاین این با این صحبت کنید. من رفتم نشستم با این پسر 4 سال با زیمنس کار کرده بود تو پاکستان، 2 سال با زیمنس تو قطر کار، زبان آلمانی فول بود، زبان انگلیسی فول بود، همه اونایی که من می‌خواستم بلد بود. 4 برابر اون پسر دکترای به این حقوق دادیم بازم وان هست. یعنی تفاوت. یه مثال شوخی میکنم حالا آخر وقتم هست. گفت دختره از مادرش پرسید قیمه با قاف یا با قین. دختر نماد یه آدم تحصیل کرده بود، مادر نماد یه آدم بی سواد بود، ولی مادر عملگرا بود، دختر تحصیل کرده بی عمل مثل من بود. گفت قیمه با قاف یا با قین، مادرش گفت با گوشت و لبه. یعنی جواب به سوال ربط نداشت، ولی جواب 99% حل مسئله. وقتی عملگرایی رو ما بیاریم در دانشگاه از حالت نظری خارج میشیم. من این عدم غفلت از آموزش رو هم بگم. ما گاهی وقتا حداقل تو بدنه وزارت علوم اینقدر رفتیم سراغ پژوهش، آموزش رو خیلی کم رنگ کردیم. میدان آزادی تهران من هر وقت ازش رد میشم به این، چون من 5 سالی معماری خوندم بعد بیرونم کردن، البته گفتن دورشتر همزمان نمیتونه اون زمان ما. میدان آزادی تهران هر وقت نگاهش میکنم لذت میبرم از طراحی معماریش. معمار این طرح 24 سالش بوده وقت طراحی کرده و سازنده این طرح 26 سالش بوده. ما کجا دیگه از این 24 ساله ها داریم تربیت میکنیم تو بدنه ما؟ و فکر میکنم تو پزشکی عمومی شما هم اینجوری شده. یعنی اینقدر به اون ته پی اچ دی و اون تخصصی نرسید چسبیدیم که این قسمت اولو فراموش کردیم. یکی سخنی میخوام از یکی از دوستان خود من، دانشگاه هاروارد بود، الان استنفورد، شاگرد آقای ژان تیرول بود، برنده جایزه صلح نوبل در اقتصاد. ایشون یه حرفی بهش زده بود جالب بود، اسمش امیره. گفته بود امیر، مشکلات اقتصادی کشور شما با لیسانس حل میشه. شما دکتر اقتصاد انقدر لازم ندارین، ولی لیسانس خوب لازم دارین.